این آقا پدرترین پدر دنیاست که بچه دار شدن رو با جوجه کشی اشتباه گرفته. اسمش موسی هاسایا است، کشاورز اوگاندایی که رکورد همه پدرها رو شکسته. اون 12 تا همسر داره، 102 تا بچه داره و 578 نوه. یعنی اگه فقط بخواد اسم همشون رو صدا بزنه یه روز کامل طول میکشه. موسی چون دیگه اسما رو قاطی میکرد یه دفتر مخصوص نوشت تا بچه‌هاش یادش نره. واسه همین بهش موسی دفترچه‌ای میگن. هر وعده غذایی براش حکم یه مهمونی بزرگو داره. برای غذا دادن به این خانواده جلسه مدیریتی میذاره تا کسی جا نمونه. میگه الان 68 سالمه، تازه فهمیدم شاید وقتش دیگه بچه دار نشم. البته شاید، چون حتی نمیدونم آخرین بار چند تاشون رو دیدم. بهش میگن مردی که یه قبیله ساخته، نه یه خانواده. همینطور میگن فقط جلو دوربین شلوارش رو کشیده بالا. هی بگم خدا چیکارت نکنه موسی، اون کمر رو تو از کجا آوردی؟ اگه خوشتون اومد لایک یادتون نره و تا میتونین برای دوستانتون هم بفرستید تا با موسی آشنا بشن. همچنین تو کامنت ها یه جمله به موسی بگید. بعدش بگو تو دوست داری چند تا بچه داشته باشی. برای دیدن عجیب ترین واقعیت های دنیا فکت سیتی رو فالو کنید.